آخرین کاری که دشمن ممکن برای ما بکنه است که ما را بکشه. آرزوی ما هم است که در راه الله کشته شویم. آرزوی ما هم است که در راه الله کشته شویم. زلزل عروش الظالمين واقطع رؤوس المعتدين واغلظ وأدب من بغى واضرب بنانا والوتين اشدد عليهم لا تذر واجتث أصل الخائنين لا تبقي. و هیچ آرزوی بزرگتر برای یک بنده مؤمن از شهادت در راه الله وجود ندارد. این شهادت را انبیا علیهم السلام آرزو کردند. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه من دوست دارم در راه الله بجنگم، کشته شوم، بعد زنده شوم، بعد بجنگم، کشته شوم، بعد زنده شوم. همین آرزو انبیا علیهم السلام و امام انبیا که رسول الله صلی الله علیه و سلم هم است، همین آرزو را دارد که در راه الله کشته شوم.